اینجا که طوفان‌های 100 کیلومتر در ساعت نمیاد مثل میامی آمریکا یا نمیدونم جاهای دیگه. و پس یک هیبته، دو نعمته. دریاست دیگه، ذخیره نعمت هاست، بزرگترین و متنوعترین و سالمترین و تازه ترین منابع غذایی است. خداوند تعریف یک گوشت کرده در قرآن، گفته اون گوشت تازه است و لحما طریا، گوشت ماهی، گفته لحما طریا، گوشت تازه. سبحان الله، قرآن همه چی توشه. ما فکر میکردیم همش نمازه، نماز 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 نماز. چه آیاتی تو قرآن هست ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. سبحان الله. و سومین چیزی که در دریا هست نوازشه. این نسیم خنکی که وقتی دریا صافه ما میگیم چربونه، چربه صاف. سبحان الله، تکون نمیخوره آب. این چشم سیر نمیشه از نگاه کردن به این آبی که صافه. این نسیم خنک هم از روش رد میشه، میاد سیبیلات و ابروهات و مژهات و موهات و پوستت رو نوازش میده، چون اعصاب انسان تو پوستشه دیگه. میخوره به صورتت و روحت و جان نواز، روح نوازش میده. سبحانک ما اعظمک، باید بگیم سبحانک ما اعظم خلقک. تو چقدر بزرگی، خلق تو چقدر بزرگ و مخلوقات تو پیچیده و عجیب و غریبن که ما شاید به گوشی از اسرار این طبیعت پی بردیم. امروز در زمان ما در عصر حاضر ماجراجوهایی که انسانها دارن، این ماجراجویی سبب اکتشافات و اختراعات میشه. انسان موجودی ماجراجوست و هر ماجراجویی آسیب پذیره. اینهایی که میرن در اعماق اقیانوس ها فیلم برداری میکنن، مستند سازی میکنن، پخش های فیلم های راز بقا تو جنگل با حیوانات، سبحان الله، میاد تو صفحه مانیتور و تو صفحه تلویزیون. چه عالمی است زیر این آب، چه دنیایی است، چه مخلوقاتی است، چه زیبایی است. از عظمتش گرفته و تنوعش گرفته و رنگارنگیش گرفته. جزر مالدیو چند تا نقطه است در اقیانوس هند، 350-400 هزار نفر جمعیتشون، همه شافعی مذهبن. چند تا نقطه است، زیباترین جزیره مرجانی دنیاست. دنیایی از مرجانهای زیبا زیر این چند تا جزیره تو مالدیو هست. بزرگترین درآمدش توریسته. بالای 10 میلیون سالی میرن اونجا، چه میزنن عینک ها رو چشمشون، میرن زیر آب، این عظمت رو میبینن. سبحان الله. اصلا آمده تو خونت. ولی عجیبه که با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی انسان‌های منکر خدا میشن. 1400 خورده سال پیش یک بدوی از صحرا رد میشد با شترش، تو بیابان میرفت تو جزیره العرب. یک دفعه مدفوع شتر دید. تا مدفوع شتر دید گفت البعیرة تدل علی البعیر. رد میشد تو این بیابان تا مدفوع شتر دید این جمله رو گفت این بعیره مدفوع شتر، البعیرة تدل علی البعیر، دلالت بر یه شتری میده که از اینجا رد شده، این مدفوعشه، این آثارشه. سبحان الله. جای پا دید، گفت این جای پا، جای قدم ها، دلالت بر اینه که یک نفر از اینجا رد شده. همجور رفت یکی بعد 3 تا جمله بعدش گفت الارض ذات فجاج، زمین با این همه شعبه هاش، شاخه هاش، راه هایی که در درون زمین هست
و الارض ذات فجاج و البحار ذات امواج. بحار اقیانوس ها با امواجشون. و السماء ذات ابراج، و آسمان ها با ابراجشون، برج هاشون، ابراج آسمانی. افلا یدل علی الواحد القهار، آیا دلالت بر واحد قهار نمیده؟ این پیچیدگی در زمین و در دریا و در آسمان، در که بدوی صحرانشین مدفوع شتر میبینه میگه چه؟ این دلالت بر شتر میده. سبحان الله. از آب قویتر خدا مخلوقی داره؟ بله، آب همین که خیلی نرمه، همین لطیفه، اگه یک کمی خنک باشه بزنی به صورتت، اعصابت، اگه پاتو بزنید تو بلند بکنید، این شلوار یک کمی بالا بکشید، جورابتو بکنید، پاتو بذارید توی چشمه خنک، دلت خنک میشه، شاد میشید، اعصابت تلطیف میشه. یعنی این قدر قدرت داره. بله. از آب مخلوقی قوی‌تر چیه؟ باد. باد وقتی میاد با سرعت 250-300 کیلومتر در ساعت امواج رو تولید میکنه. سونامی که چند سال پیش 600,000 نفر یک جا در چند ثانیه بلعید به کام مرگ فرو کرد، تا عمق 10 کیلومتر در ساحل رفت با سرعت 850 کیلومتر در ساعت. در سواحل سومترای اندونزی و 600 نفر رو به کام مرگ فرو برد در یه چشم به هم زدن. سبحان الله. اون قدرت نمایی خداوند توسط آب و باد بود. و زلزله در اعماق اقیانوس. سونامی وقتی رخ میده، یه زلزله انفجاری میشه در اعماق اقیانوس و باد و آبم اینجا دخیلن، اون مواد مذاب رو وارد آب میکنه، بعد گداخته میکنه، آب و داغ میکنه، به جوش میاره، بعد سرازیر میکنه. سبحان الله. 9 رشته رو خورده ای، یه انفجاری در اعماق اقیانوس به وجود آمد. یک دفعه سبحان الله همه اونهایی که کنار ساحل رفته بودن خوشگذرانی با لباسهای خیلی اصلا اوریان نیمه اوریان غافل شده بودن، یک دفعه آب اون ساحل مکیده شد رفت توی زمین. همه کنجکاو شدن برن آب ببینن این آب الان بود کجا رفت. به جایی که فرار بکنن رفتن به طرف آب. وقتی رفتن به طرف ساحل، یک دفعه پرت شد اون آبی که مکیده شده بود با اون مواد مذاب 15 متر 17 متر در هوا. بعد با سرعت 850 کیلومتر در ساعت آمد 10 کیلومتر در ساحل. سرعت هواپیما 850 کیلومتر. هواپیما وقتی که بلند میخواد بشه رو باند، حداقل باید 300 تا 400 کیلومتر سرعت داشته باشه که این اجسام و اون وزن رو بتونه بلند بکنه. سبحان الله. حالا این سرعت این طوفان که پشت این آب بوده 800 کیلو تا 850 کیلومتر در ساعت بوده که تا عمق 10 کیلومتر میاد تو ساحل و کشتی های چند هزار تونی رو بلند میکنه، رو دستش میذاره، میاره رو روستا میذاره. سبحان الله. تو عمق 10 کیلومتر. برید بخونید، سرچ کنید، برید تو اینترنت. سونامی هایی که در دنیا رخ میده، همین سیل اخیر خودمون، اون سیل دروازه قرآن شیراز که خیلی کوچک بود، چطوری ماشین ها اگه آب 20 سانت زیر ماشین بیاد، 20 سانت تا 25 سانت اون جرم سبک میشه. همین آب ظریف جرم سبک میکنه میاد رو آب. دیگه تو کنترل نداری، نه فرمون در اختیار تو، نه ترمز، نه ترمز دستی.
خدا هر لحظه میتونه فرمان از دست تو بگیره، خودش رانندگی بکنه. اصلا من و تو در خورش نیستیم که باش اعلام جنگ بکنیم. یه سرماخوردگی ما رو بیبره زیر پتو، یه سرماخوردگی. برادرم ستار چه دعای زیبایی، چه مناجاتی میکرد تو دعای امشب. یکی از این دعاها این بود: خدایا تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما ما ربی به جز تو نداریم. ما کی داریم دیگه؟ ولی بندگان تو زیادن. چه کسی به سوی تو فرار کرده تو برش گردوندی؟ چه کسی به تو پناه آورده تو پناهندگی بهش نداری؟ چه کسی دستش بلند کرده گفته یا رب یا رب حاجتش؟ چه خطی از تو مسئلتی داشته؟ ولی ما باید خواسته هامون رو دسته‌بندی بکنیم، نه هرچی به ذهن ما آمد از خدا بخواهیم. خواسته هامون رو باید دسته‌بندی بکنیم، چیزهای منطقی و معقول باید از خدا بخواهیم.